عرض سلام و خیر مقدم و خوش آمد دارم حضور شما عزیزان و بزرگواران، خانم‌ها و آقایان. انشالله که از برکات ماه پرفیض و برکت رمضان بهره‌مند شده باشید تا امشب و تا این لحظه و از ضیافتی که ترتیب داده شده توسط جناب آقای دکتر محفوظی بهره لازم رو بردید. انشالله که عبادات و طاعات شما و روزهاتون مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره در این ماه پرفیض و همه دعاها و مناجاتهای شما مورد قبول درگاه حق باشه. ضمن تشکر از اساتید و دانشمندان و محققان و علمای گرامی که ما را همراهی می‌فرمایند، تشکر می‌کنم از مسئولین و میهمانان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستند، از ورزشکاران گرامی و همینطور همه هنرمندان عزیز در عرصه‌های مختلف هنری که با ما همراهی می‌فرمایند، مثل سالهای گذشته که در چنین شبی این مراسم برگزار می‌شد توسط موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی هنری جناب آقای دکتر محمد صادق محفوظی. امشب هم با حضور خودشون مزین و معطر کردند این فضای معنوی و صمیمانه ضیافت الهی رو در ماه مبارک رمضان. خب قبل از اینکه آثار مهم خطی قرآنی، علمی، فرهنگی و هنری رو رونمایی کنیم که 20 اثر هستند، دعوت میکنم از اساتید و بزرگواران گرامی که تشریف بیارن در جایگاه مستقر بشن و از حضورشون بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب استاد عبدالله انوار، جناب استاد مشعشعی، جناب استاد دکتر سید حسن امین، سرکار خانم الهی قمشه‌ای، جناب استاد دکتر سید جلال الدین کزازی و جناب آقای دکتر محمد صادق محفوظی. از حضورشون تقاضا میکنم که تشریف بیارن، بالای سن در خدمتشون باشیم در جایگاه و از حضورشون بهره مند بشیم برای بخش رونمایی از نسخ خطی ارزشمندی که تا دقایق دیگر خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد و خواهید دید که چه آثار بسیار ارزشمند و بی‌بدیلی امشب در این مکان معرفی می شوند. 20 اثر خطی قرآنی، علمی، فرهنگی و هنری در مرکز دائره المعارف انسان شناسی که در موزه آثار نسخ خطی و فرهنگی جناب آقای دکتر صادق محفوظی نگهداری خواهند شد. با توجه به عشق و علاقه‌ای که جناب آقای دکتر محفوظی به این آثار فرهنگی و این نسخ ارزشمند علمی و فرهنگی و دینی و قرآنی دارند، پیوسته در صدد گردآوری و جمع‌آوری این آثار بوده اند تا این آثار ارزشمند در یک مکان نگهداری بشوند و مورد استفاده ملت بزرگوار ایران و پشتوانه ارزشمندی باشد برای فرهنگ و تاریخ و ادب و تمدن غنی ایران اسلامی. خب از اساتید بزرگواری که نام بردم خواهش میکنم که تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بله چشم. یک بار دیگه اسامی رو من قرائت میکنم. جناب آقای دکتر مهدی محقق، جناب آقای استاد عبدالله انوار، جناب آقای استاد مشعشعی، جناب آقای استاد دکتر سید حسن امین، سرکار خانم دکتر الهی قمشه‌ای، جناب آقای استاد دکتر سید جلال الدین کزازی و جناب آقای دکتر محمد صادق محفوظی که از حضورشون تقاضا میکنم که اگر شامشون رو میل فرمودن تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم که بیش از این
مصدع اوقاتشون نشیم و حضار گرامی هم انشاءالله به موقع در حضورشون برنامه رو به پایان ببریم و استفاده کنیم از محضر این اساتید و بزرگواران ارجمندی که نام بردیم. رونمایی خواهیم کرد تا دقایقی کوتاه تا لحظات دیگر از این 20 اثر ارزشمند علمی، فرهنگی و هنری، قرآنی و مذهبی که آثار بسیار ارزشمندی هست از سده‌های قبل کتابت شده‌اند در کشور عزیزمون در ایران اسلامی که مهد فرهنگ و تمدن و ادب و تاریخ هست. این آثار گرانبها توسط کاتبان و نویسندگان بزرگی این آثار پدید آمده و اکنون گردآوری شده توسط جناب آقای دکتر صادق محفوظی و در این شب مبارک در یکی از شبهای ماه پرفیض و برکت رمضان این آثار ارزشمند خطی رونمایی خواهد شد توسط اساتید بزرگواری که همکنون حضور دارند در جایگاه و از محضرشون بهره مند هستیم که هر کدام از این اساتید به نوبه خود از مفاخر و از بزرگان عرصه علم و ادب و فرهنگ و هنر ایران زمین هستند. خواهش میکنم با دستان زیبا و گرمتون این اساتید بزرگوار رو تشویق بفرمایید. خواهش میکنم. چون امشب بهره‌مند میشیم از محضر این عزیزان که واقعا گردآوری همه این بزرگواران در یک جا و در یک مکان و در یک زمان کار حقیقتاً دشواری هست و خود هنر میخواهد که از عهده مرکز دائره المعارف انسانشناسی و موزه آثار نسخ خطی و فرهنگی هنری جناب آقای دکتر محمد صادق محفوظی چنین کار بزرگی برمی آید که امشب این جمع عظیم از بزرگان عرصه علم و فرهنگ و ادب و هنر و حتی ورزش در این مکان و این در این محفل زیبا گرد هم آمده. خب جناب آقای دکتر کزازی خواهش میکنم تشویق بفرمایید جناب آقای دکتر کزازی رو در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر مطالبی رو میفرمایید. خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از همه دوستانمون که لطف کردند و تشریف آوردند. جلسات همین دیدار هاست و تجدید خاطرات بسیار ارزنده است. ما هم از باب این که ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم. موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. حدیث از اقبال لاهوری و اینکه این امواج و این تجلیات دلالتی بر توجه مرکز دائره المعارف، همکاران، دوستان عزیز من به نسخ و آثار جدید و مآثر مکتوب و این عزم و اراده رو به لطف و عنایت الهی سالیان طولانی حفظ کرده ایم و چه بسا که فقط همین یک از ما بماند و هیچ. افتخار دارم در کنار استادان بزرگوار که همیشه حضورشون تجدید خاطرات ارزنده در گذشته است در خدمت شما باشیم. اصولاً
کتاب خطی، نسخه شناسی، فهرست نگاری یک امر تخصصی بسیار دقیق، خاص در طول چند قرن اخیر بوده که در سالهای اخیر هم به شکلی مدون در اومده. اما حقیقت مطلب اینه که شناخت نسخه یه ابعاد هنری داره، یک ابعاد مربوط به ظاهر نسخه، مربوط به کتابت، نوع کتابت، کاغذ، نوع کاغذ، قدمت، نویسنده، نسخه بودن به مفهوم اینکه چاپ نشده باشه و دیده نشده باشه در کتابخانه دیگری. اینها مد نظر و فهرست نگاران به اون توجه می کنند. اما نکته بسیار مهم اینه که کسانی که در قله فهرست نگاری بودند در طول تطورات کتاب شناسی در کشور ما، افرادی بودند که بر قله علوم انسانی هم نشسته بودند. اینطور نبود که فقط هنر این آثار رو بشناسند، مثلا بدونن کی تذهیب کرده، کی کتابت کرده، کی جلد کرده یا کارهای تزئینی که حدود 109 رشته هنرهای تزئینی اسلامی و ایرانی داریم رو انجام داده. مهم چیز دیگری بوده. مهم اینه که محتوای این کتاب‌ها چی بوده و این محتوا ما رو به جاهای جدید میرسونه و ملتی که از محتوا و پایه و ریشه و اصالت خودش دور بشه، ملتی است که از گویی از پدر و مادر خودش فاصله گرفته. من به عنوان مثال همین 2 ماه پیش از خاندان مرحوم استاد جلال همایی یک مجلد کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی به دستم رسید که خود استاد جلال همایی، استاد دکتر مهدی محقق، در حقیقت این نسخه رو شناسایی کرده بودند. در حاشیه این کتاب دستخطهای مرحوم صدرالمتعلهین ملا صدرا و آقا جمال خانساری از فلاسفه متعله و یک کتابی که به واسطه، چون مفتاح الفلاح خب چاپ شده بعداً خیلی ها دیدن، ولی به واسطه حاشیه صدرالمتعلهین و آقا جمال خانساری تبدیل به یک کتاب بی‌بدیل شده بود و استاد جلال همایی این نسخه رو شناسایی کرده بود. این یک نسخه منحصر به فرد خواهد بود با آموزش‌های کلاسیک امروز در کتابخانه‌ها، حتی کتابخانه‌های غرب و اروپا این نوع متفاوت خواهد بود و ما نیازمندیم به شناختن این موضوعات و دقت در این موضوعات. البته این نکته هم قابل درنگه، میزان دقت در کتاب، شناخت کتاب و خواندن کتاب در کشور ما که یک وااسفا و واخجلتا داره و علمای بزرگ، کسانی که طلایه‌داران انقلاب اسلامی ایران بودند و کسانی که دعوت به خواندن می‌کردند، امروز خوبه یک نگاهی به منظر عمومی جامعه ما بکنند و ببینند چقدر کتابخوانی در جامعه ما وجود داره و این مایه شرم خواهد بود و نیاز به یک علتیابی و جستجوی دقیق در این موضوعات رو داریم. یک نیازی که از سطحی نگری، از قضاوت‌های گذرا، از نگاه‌های گذرا ما رو به عمق ببره. حقیقتاً چند درصد ما بر قله ادب و هنر فاخر خودمون نشستیم که بتونیم با جامعه جهانی تک تکمون صحبت بکنیم؟
چون امروز شما نمیتونید تبلیغ دین بکنید یا تبلیغ نماز بکنید در حالی که همه جوانب شبهات رو در جامعه جهانی نادیده بگیرید. گویی فرزندتون رو به یک کشوری بدون هیچ آموزه دینی فرستادید و در اونجا میخواید او رو آماده بکنید و تجهیز بکنید برای یک آموخته جدیدی، برای یک آموخته الهی و عمیقی. چقدر این تجویزها نفاذ داره و چقدر مورد توجه خواهد بود. بگذاریم. من اینجا بجاست که از چند دوست عزیز که معمولاً در این مجامع خاص ماه مبارک رمضان شرکت می‌کردند یاد کنم. اول مرحوم دکتر صادق طباطبایی که امیدوارم خدای بزرگ با پدر بزرگوارش مرحوم آیت الله سلطانی طباطبایی و اجداد طاهرینش محشورش کنه که یک انسان سلیم النفس، صبور و محقق و ارزنده بود و جای خالی او حقیقتاً احساس میشه. دوم، یکی از مجموعه داران بزرگ تاریخ ایران مرحوم دکتر سید یوسف نیری که من با در حقیقت دلالت جناب آقای دکتر محیط طباطبایی از خانواده ایشون مجموعه ایشون رو کلاً خریداری کردم. کتابخانه بسیار ارزنده‌ای بود و بسیاری از اوقات تا سحرها وقتی من کتاب‌های ایشون و توجه مرحوم دکتر سید یوسف نیری رو به این آثار می‌دیدم، واقعاً بر روحش هم فاتحه می‌خوندم، هم قرآن می‌خوندم، هم بعضی از اوقات وقتی سر بلند می‌کردم می‌دیدم اذان صبح. اینقدر این شخصیت بزرگوار با دقت کتاب‌ها رو دستچین کرده بود یا دستخط‌ها و چیزهای دیگر رو. سوم، بجاست در اینجا یاد بکنم از استاد بزرگوار که خدا حفظش بکنه، استاد عبدالحسین حائری یزدی که در حقیقت امروز از برجسته ترین نسخه شناسان و فهرست نگاران کشور ما تلقی میشن و در بستر بیماری هستند و متاسفانه به هر حال مثل خیلی ها مبتلا، یعنی توسط دیگران در حقیقت مورد فراموشی واقع شدند، مغفول واقع شدند. استاد عبدالحسین حائری که خب خیلی از مطالب را نمیتوان گفت. امیدوارم که ما از شخصیت‌های بزرگمون غافل نشیم و متوجه هم سلامت وجودی اونها باشیم و همین که حضور اونها چقدر برای جامعه ما مفید خواهد بود. من بیشتر مصدق نمیشم. کتاب‌هایی که امسال رونمایی میشه کتاب‌هایی است که در همین سال خریداری شده، تعدادیشون در طب، تعدادی در مرقعات در خط و خوشنویسی و بحث‌هایی هم مربوط به مثلا یک مثنوی فاخر که نزدیک به دوره مولانا جلال الدین بلخی است و کتاب‌های دیگری که یکی یکی اساتید توضیح خواهند داد. از حضور همه شما و اساتید بزرگوار تشکر می‌کنم. خاص استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی محقق که خواهش می‌کنم شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی رو که مرحمت فرمودن و الان در دست من هست، کتاب ذخیره خوارزمشاهی از کتاب‌های پزشکی است که به زبان فارسی نوشته شده. چون که در ایران کتاب‌های محمد بن زکریای رازی و کتاب‌های ابن سینا در پزشکی به زبان عربی بوده و این کتاب به زبان فارسی است و در حقیقت یک دارة المعارف پزشکیه. چون که قدمای ما دو نوع کتاب می نوشتن. یک کتاب مفصل که شامل بیماری هایی بود که من الفرق الی القدم، یعنی از فرق سر تا نوک پا بود، که تمام بیماری های اعضا رو ذکر می کردن، جنبه دارة المعارفی داشت. یه نوع دیگه کتاب بود درباره یک بیماری خاص، مانند کتاب
المعده مال ابن جزار قیروانی یا کتاب المسمى بالدیابیتا مال اسحاق ابن عمران که فقط درباره بیماری قند بوده و دیابت بوده. کتاب ذخیره خوارزمشاهی مطابق معمول دانشمندان دو نوع کتاب می نوشتن، یک کتاب بزرگ و یک کتاب کوچک. کتاب بزرگ رو برای اهل علم و به قول خودشون مستکملین می نوشتن، کتاب کوچک رو برای مبتدئین. سید اسماعیل جرجانی صاحب کتاب ذخیره خوارزمشاهی این کتاب بزرگش هست. یک کتاب متوسطی هم داره الاغراض الطبیه، دو تا کتاب کوچیک هم داره، یکی خفی علایی و یکی هم کتاب یادگار. کتاب یادگار رو من تصحیح کردم و چاپ شده. کتاب خفی علایی را مرحوم دکتر نجب آبادی و آقای دکتر ولایتی تصحیح کردن. بنابراین که این ذخیره خوارزمشاهی بزرگترین کتابی است که به زبان فارسی نوشته شده و نسخه هاش زیاد نیست و خوشبختانه این نسخه رو که من دیدم که به دست آوردن جناب آقای دکتر محفوظی از نسخه های قدیم هست و شاید تمام ذخیرم نباشه، شاید تمام ذخیره 4 برابر اینه. ولی خب برای کسانی که میخوان استفاده بکنن اون کتاب خفی و کتاب یادگار که کتاب کوچک هست بسیار بسیار مفید هست و من به همین مقدار اکتفا میکنم و مصدق اوقات شریفتون نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. کتابی که به بنده لطف کردن یک کتاب معین نیست، چند نسخه است. به اینا رو ما در اصطلاح فهرست نگاری میگیم. بله، در اصطلاح فهرست نگاری میگیم کتابی است که از چندین رساله فراهم اومده. رساله اولش در پزشکیه به نام کفایه مجاهدیت، تألیف محمد ابن احمد ابن یوسف الیاس و این به خط نص تعلیق خوش دارای 30 باب و در این نسخه‌ای که در دسته یعنی در این مجموعه اومده به وسیله محمد ابن قاری حسینی در 930 قمری یعنی در دوره صفویه کتابت شده. این تا صفحه 170. بعد از اون رساله در فراست که نویسنده این رساله عمادالدین بغدادی است و این واجد یک کتاب نویسنده کتاب دیگری هم بوده که ما در فهرستا آوردیم به نام فواید بهائیه در 730 نوشته، ولی این نسخه‌ای که ما داریم خطش متأخره، میخوره به اواخر دوره صفوی. نسخه بعدی یه رساله است در معجون‌های پزشکی است که برای معین نوشته معجون‌هاش هم چیا هستن و این نسخه اون دوتا خطشون بسیار خوبه، ولی این یکی خط معمولیه و چیز نویسندش هم معین نیست، کاتبش هم معین نیست، فقط در معجون‌هایی است که در طباعت به کار میره. نسخه آخری هم که رساله آخری هم که در اینجا هست رساله است مال محمد ابن یوسف، این هم در پزشکیه و امراض رو چرخ میده و داروهایی که راجع به او هست. به نظر من 3 نسخه این نسخه هایی که من تاکنون ندیدم، مثلا این نسخه های پزشکی. امیدوارم که یه خرید بسیار خوبی شده باشه و نسخه هم زیاد قدیمی هم هست، ولی یه اشکالی داره که بعضی از این رسائل آب افتاده است، ولی خوشبختانه قابل خواندنه، یعنی طوری نشده که در اثر آب افتادگی مسائلش خوانده نباشه. کاغذش هم که بخواهیم بگیم کاغذها دو تاش کاغذ فرنگیه، یک کاغذش به دولت آبادیه، نسبتا از لحاظ کاغذ خوبه. و سلام علیکم و رحمت خدا. کتابی که در اختیار من گذاشتن خوشبختانه کتابی است که مطمئن هستم تک تک شما با این کتاب آشنایی دارید. من هنگامی که اولین صفحش رو به صورت تفعل باز کردم ترجیع بند معروفی آمد که
نوشته است بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم. جستجو کردم ببینم که آیا این کتاب همه متعلق به شخص واحد یعنی افصح المتکلمین سعدی شیرازی است یا نه، و با اندک جستجویی به هدف خودم رسیدم و دیدم که سرآغاز کتاب مستطاب گلستان سعدی که باز همه شما با اون آشنایی دارید، اینجا با خط بسیار خوش و با تذهیب دلکشی متوجه شدم که سعدی است که میگوید منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. به پایان کتاب مراجعه کردم و دیدم که تمام بخش‌های کهن و قدیمی کلیات سعدی که در بخش مطایبات و هزلیات و مضحکه ها هست تمام و کمال در این کتاب مستطاب مندرج است. برای اینکه شما میدونید که مرحوم استاد محمد علی فروغی که مؤلف کتاب سیر حکمت در اروپاست، کلیات سعدی رو نه تنها ویراستاری بلکه پالایش کرد و بخش‌هایی از کلیات سعدی رو به کلی از کلیاتی که او چاپ کرد حذف کرد. بنابراین کتاب‌هایی از این قبیل که نسخه‌های اصیل ادب کلاسیک پارسی هست می‌تواند در گنجینه‌ها و موزه‌های کتب خطی یادگار اصیل آثار ادبی ما باشد که بدون اضافه و حذف و تحریف یادگار آثار تمدنی و ادبی و هنری ما باشه. و این رو خدمتتون عرض بکنم که مجموعه داران دارای یک رسالت بزرگ فرهنگی هستند که به نمایندگی مردم این آثار رو با زحمت زیاد با سرمایه خودشون حفظ میکنن و برای نسل‌های دیگر در داخل کشور نگه میدارن. چون میدونید که بسیاری از کسان هستند که ذخایر فرهنگی و نسخ خطی ما رو از ایران در طی قرون بیرون بردن و ما امروز برای بسیاری از نسخه ها مدیون موزه های خارج از کشوریم. به احترام خودتون و برای تشویق و تقدیر از کسانی که مانند آقای دکتر صادق محفوظی نگهبان این مواریث فرهنگی هستند در این شب عزیز یک کف مرتب بزنید. ممنون و متشکرم. ای خاک درت، ای خاک درت سرمه بینایی من، وی چهره تو باغ تماشایی من، بر عاشق بیقرار چه نام و چه ننگ، پر کن همه جا حدیث رسوایی من. به نام خدا و با عرض سلام به حضور همه شما بزرگواران صاحب دل، خیلی خوشحالم که در ضیافت الهی ماه مبارک رمضان است و ماه ضیافت الهی که به گفته شیخ اجل چنان پنهان کرم گسترد که سیمرغ در قاف روزی خورد. و امشب هم این محفل گوشه ای از همون ضیافت الهی است به میزبانی آقای دکتر محفوظی که خیلی خوشحالیم. بالاترین عبادت هست که ما رو دور هم جمع کردن و در یک فضای معنوی و در یک فضای فرهنگی دیداری داشته باشیم. ما ایرانی ها واقعا روی گنج نشستیم و نظامی گنجوی در مخزن الاسرار میفرماید که هارون رشید به حمام رفت، اون دلاکی که مشغول شستشوی او بود گفت که ای شده آگاه ز استادیم، شاد کن امروز به دامادیم، خطبه تزویج پراکنده کن، دختر خود نامزد بنده کن. هارون رشید خیلی بهش برخورد، یعنی چه آدم بی‌ادب گستاخ دختر منه برای چه خواستگاری میکنی؟ بعد میگوید که
گفت فکر کرد که به گرمای حمام زده به سرش. گفت که گرما جگرش تافته است یا وحشتی از دهشت ما یافته است. گفت یا این اباحت من گرفتتش. روز دگر نیکترش آزمود، بر درم قلب همون سکه بود. روز دیگه باز دید همون تقاضا رو کرد، رفت پیش وزیرش و گفت که یه همچین مسئله به دستور بدم گردنشو بزنن. گفت وزیر ایمنی از رای او، بر سری گنج است مگر پای او. گفت این رو گنج ایستاده که این گونه حرف میزنه. و میخوام عرض کنم که بعد نظامی میفرماید هر که قدم بر سر گنجی نهاد، چون به سخن آمد گنجی گشاد. ما ایرانی ها روی گنج ادب فارسی ایستادیم و نشستیم و واقعا آقای دکتر محفوظی خیلی زحمت میکشن که این گنجینه رو جمع‌آوری میکنن، در موزه نگاهداری میکنن برای نسل امروز و نسل‌های آینده و آینده. و این بالاترین عبادت و خدمت به فرهنگ ایرانی هست. و حضورتون عرض کنم همین گرده همایی که ما دیدار هم رو داشته باشیم، این هم یکی از عباداتی است که همونطور عرض کردم خداوند خیلی دوست داره که ما انسان‌ها از حضور هم انسان‌های معنوی، حضور مصاحبت انسان‌های معنوی رو اشاره میکنه به بهار که میفرماید گر تو خواهی هم نشینی با خدا، هم نشین شو در حضور اولیا، تا دم ایشان تو را زنده کند، چون بهارت خوب و فرخنده کند. حضور انسان‌های صاحب دل حضور خداوند هست که دلهای ما رو مثل بهار پر از تراوت و زیبایی میکنه. در هر صورت اون شرابی هم باز هم عرض کردم، اون شرابی که در ادبیات عرفانی اشاره میشه همین شراب دیدار انسان هاست که خداوند فرمود اگر میخواید به دیدار من بیان، به دیدار بندگان من برین. گفت که یه وقتی خداوند در مثنوی، این رو با صحبتمون تموم کنیم، فرمود که انی مرضت لم تعد، چرا مریض شدم به عیادت من نیامدی. آمد از حق سوی موسی این عتیب که فروغ ماه نو دیده ز جیب، مشرقت کردم به نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی، چرا نیامدی به عیادت من. گفت سبحانا تو پاکی از زیان، رمز این یا رب بکن بر من عیان. باز فرمودش که در رنجوریم چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یا رب نیست نقصانی تو را. گفت خدایا تو که مریض نمیشی چی میخوای بگی؟ عقل گم شد این گره بر من گشا. گفت آری بنده پاک گزین، گر شود رنجور من گشتم یقین. هست رنجوریش رنجوری من، هست معموریش معموری من. در هر صورت دیدار انسان‌های اهل دل دیدار خداوند هست که ما امشب از به برکت آقای دکتر محفوظی این دیدار رو با دوستان صاحب دل داریم. من همیشه آخر صحبتم چند تا یکی دو تا ربایم با آقای دکتر خدمت دوستان بخونم. گفتم ما روزه خود به باده افطار کنیم، تا مست شویم و با تو دیدار کنیم. این مستی و بیخودی اگر هست گناه، هر سال به ماه روزه تکرار کنیم. تشکر میکنم. با فتوی عاشقان در این ماه صیام، می با تو حلال و بی تو آب از حرام. ساقی قدحی بیاور از آن می عشق، تا اول افطار بریزیم به جام. حضورتون عرض کنم که ای هنگام سحر چو یاد روی تو کنم، با هر سر مویم آرزوی تو کنم. هر صبح که سر ز خواب خوش بردارم، با دل همه لحظه گفتگوی تو کنم. ساقی سحر است و ما خماریم هنوز، پر کن قدحی که میرسد شحنه روز. می نوش که بگذرد بسی بی من و تو، پاییز و دی و بهار و گرمای تموز. هر جا که توان نشست خوش خانه ماست، هر جا که گل است و سبزه میخانه ماست. داراییتونه به آپارتمانمون محدود نکنیم. این موزه آقای دکتر محفوظی هم که زحمت میکشن مال این ملت ایران هست که ایشون زحمت میکشن که از برکاتش همه مردم بهره مند میشن.
هر جا که توان نشست خوش خانه ماست، هر جا که گل است و سبزه میخانه ماست. شادیم و خوش امروز که فردای زمان، حرفی که به یاد نیست افسانه ماست. اما کتابی که من توفیق داشتم در دست من بود، کتابی راجع به نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام که راجع به برکات نماز در این 2 صفحه‌ای که من با عدم عینک نگاه کردم درباره برکات نماز بود که انشالله در این ماهی مبارک رمضان نماز ما نماز عشق بازی باشه که حضرت مولا فرمودن الهی ما عبدتک خوفا من نار، خدایا من از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، ولا طمعا فی جنتک، هیچ طمعی هم به بهشتت ندارم، من تو رو عبادت می کنم چون تو شایسته عبادتی. متشکرم. که یک کتاب دیگری رو که به من داده بودن خیلی خلاصه معرفی کنم و این کتاب مقامات حریری هست که چنین آغاز می شود: اللهم انا نحمدک علی ما علمت من البیان. میدونید که مقام نویسی از مقامات بدیع الزمان همدانی شروع شد و بعد دومین مقام نویس بسیار معتبر جهان اسلام همین حریری است که این مقامات رو نوشته. نسخه بسیار خوبیه. به فارسی هم مقام نویسی در ایران رواج داشته. مقامات حمیدی مال حمیدالدین عمر ابن محمود بلخی هست که بعد از اون همین ادامه داشته. در حقیقت گلستان سعدی هم نوعی مقام نویسی است. بنابراین این کتاب مقامات حمیدی هست، نسخه بسیار خوشخط و خوانا، البته به عربی. متشکرم. به نام خداوند جان و خرد، با درودی گرم به یکایک شمایان، فرزانگان، دانادلان، دانشوران، دوستداران زیبایی و هنر، به ویژه آن هنر و زیبایی که بیشتر در کتاب و دفتر آشکار می شود. امشب شب سوگ و سوز و اندوه هم هست. من این گفتار کوتاه را با سروده‌ای بسیار کوتاه‌تر می آغازم در پیوند با این شب. ای دخت پیمبر جهانی، ای مام پدر به پاک جانی، ملکت ملکوت آسمان هاست، در بند فدک چگونه مانی. به هر روی 2 کتاب را فراپیش من نهاده اند که اندکی درباره آنها سخن بگویم. یکی شاهنامه است. شاهنامه نامه فرهنگ و منش ایرانی است. در پهنه درازدامان سخن و ادب و فرهنگ ایران زمین نامه است، دفتری است بی همال و همتا، زیرا تنها شاهکار ادبی که می سزد ما اون را نامه فرهنگ و منش ایرانی بدانیم همان شاهنامه است. زیرا شاهنامه شالوده چیستی ایرانی ما را ریخته است. از سوی دیگر پایگاه و پایندان ماندگاری زبان شکرین و شیوای پارسی شده است. اگر در یکی از باریکترین و دشوارترین روزگاران ایران، ایرانی ترین ایرانی که میشناسیم، فردوسی سر بر نمی آورد، ایرانی ترین نامه ادب پارسی را که شاهنامه است نمی سرود،
شاید ما امروز بدان سر نمی افراختیم و نمی ناختیم که ایرانی هستیم، شاید به زبان دلاویز و شورانگیز پارسی با یکدیگر سخن نمی گفتیم. از همین روست که ایرانیان از روزگار پیدایی شاهنامه این شاهکار شگرف ورجاوند بیمانند را با چشمی دیگر می نگریستند. من تنها به یک سخن بسنده می کنم. تاریخ نگار تازی ابن اسیر در تاریخ خود نوشته است که ایرانیان شاهنامه را نامه‌ای سپند و مینوی و آیینی می دانند. به راستی شاهنامه اون را ناخودآگاهی تباری ایرانی مینامیم پای ریخته است. دفتر خرد و دانایی ایرانیان است. از همین روست که در هر روزگار 10 برنوشته از شاهنامه به دست داده شده است. هم از این روست که چند و چون بسیار در متن شاهنامه تا کنون همچنان بر جای بوده است و مانده است، زیرا هر برنویسی شاهنامه را با زبان روزگار خود هماهنگ می کرده است. این است که بررسی متن شناختی شاهنامه یکی از دشوارترین و بایسته ترین کارهای پژوهندگان و شاهنامه شناسان است. پاره از این برنوشته ها خود شاهکاری هنری اند، از دید خوشنویسی یا ریزنگارهای بسیار زیبا که این شاهنامه ها بدانها آراسته شده اند. گفته می شود که روزگار صفویان روزگاری است که تنها یکی از گونه های سخن پارسی در ایران زمین روایی داشته است، اون هم سروده های دینی. به دیگر گونه ها چندان دلبستگی نشان داده نمی شده است. اما در همین روزگار 10 برنوشته از شاهنامه در دست بوده است. یکی از اونها شاهکاری است بی همانند در هنر کتاب آرایی. همه شما بیگمان با آن آشنایید. شاهنامه طهماسبی که به فرمان شاه طهماسب پدید آمد. امروز نگاره های این شاهنامه مایه نازش گنجخانه های جهان است. یکی از برنوشته های نگارین و زیبای شاهنامه این برنوشته است که با دبیره خوش نگاشته آمده است که اون را غبار می نامند یا غبار نستعلیق. این نام از آن روی بر این دبیره خوش، بر این شیوه خوشنویسی نهاده شده است که این دبیره، این خط اونچنان که میبینید بسیار نغز و ریز و نازک است، به گونه‌ای که امروزیان که چشمانی مانند نیاکانشان تیز و توانا ندارند به آسانی نمیتوانند متنی را که با این دبیره نگاشته شده است بخوانند. این متن از سالیان فرجامین روزگار تیموریان و سالیان آغازین روزگار صفویان است. یکی دیگر از شاهکارهای
بزرگ سخن پارسی گلستان سعدی است. این شاهکار ادبی هم اون چنان نزد ایرانیان گرامی بوده است که سالیانی بسیار چونان آبشخور و دفتر آموزش به کار گرفته می شده است در آموزشگاه ها و دبستان های ایران زمین. از همین روی گلستان را نیز بر نوشته هایی است بسیار. یکی از اونها این برنوشته است که با چند ریزنگار زیبا و چشم نواز هم زیور گرفته است. این برنوشته در سالیان آغازین فرمانروایی صفوی پدید آمده است. خوشنویس آن هنرمندی بوده است به نام یوسف ابراهیم شیرازی. من یکی از این ریزنگارها یا مینیاتورها را برای نمونه به شما نشان می‌دهم. با این سخن این گفتار کوتاه را به پایان ببرم که ایران ما، ایران جاودانه ما، شاید تنها کشوری است در جهان که خوشنویسی و نگارگری در آن ارزش آیینی و باورشناختی یافته است. از روزگار دین آور کهن ایرانی مانی که این دو هنر را در نوشته های خود به کار می گرفت تا آیین خود را در جهان بگسترد، یکی از دفترهای خوشنگاشته و نگارینه او که ارژنگ یا ارتنگ نامیده می شود در فرهنگ ایرانی و ادب پارسی نمونه برترین زیبایی است. تا کنون این هنر خوشنویسی، هنر نگارگری با آیین، با باور، با اندیشه های مینوی و انصری و آسمانی و فروری پیوندی تنگ و ساختاری داشته است. دو نمونه این دو برنوشته است. سپاسگزارم. به نام خدا. قبل از شروع معرفی این آثار بسیار بسیار نفیس، بنده به عنوان یک ایرانی هنردوست و هنرستا و با پشتوانه 5 قرن هنر کتاب آرایی در خانواده، آثاری رو اینجا می‌بینم که میتونم به جرئت بگم بعضی از اینها در هیچ موزه‌ای و کتابخانه‌ای پیدا نمیشه و این جز زحمات آقای دکتر محفوظی نیست که با عشق و علاقه و انتخاب‌های خوب بین آثاری که به ایشون مراجعه میشه و اینها رو جمع‌آوری کردن و زحمت نگهداری و پاسداریش با ایشون هست. اولین اثر کلام الله بسیار بسیار نفیسی هستش که معمولاً این کلام الله که به این طرح و شکل هست رو بهش بازوبندی میگن. یعنی معمولاً این نوشته کلام الله رو داخل یک قاب از نقره و یا طلا یا فولاد میگذاشتن و در بازوی مسافر بسته میشده برای حفظ اون مسافر در ایام مسافرتش، به ویژه مسافرت‌های خاصی که برای زیارت کعبه می‌رفتن و چون طولانی بوده این کلام الله به معنای واقعی اینها رو حفظ و حصار کرد. این اثر بسیار نفیس از نظر جلد و تذهیب، متعلق به دوره قاجار هستش
تصحیح بسیار نفیسی به شیوه اصفهان داره و جلد این کلام الله بسیار نزدیک به کارهای علی اشرف، استاد جلدساز و قلمدانساز هنر ایران. این زمان بسیار کوتاه برای معرفی این آثار، ولی چون قرار خیلی زیاد وقت اساتید و بزرگان گرفته نشه به طور مختصر من عرض میکنم. اثر دیگه ادعیه و 3 سوره از قرآن هستش به خط میرزا احمد نیریزی که بزرگترین نسخ نویس دوره صفویه بوده و آثارش بسیار نادر و با ارزش هستش. سوره یاسین، سوره مبارکه یاسین، سوره ملک و سوره واقعه و بخشی از ادعیه های مختلف ایام هفته و ایام روز هستش به خط میرزا احمد نیریزی اصفهانی و جلد کار محمد مسیح که جلد هم به زیبایی تمام آراسته شده با گلهای محمدی، شکوفه به و گل نرگس. اون چی که در ذهن این هنرمند بوده برای این اثر قرآنی به کار برده شده از نظر زیبایی کار. این اثر هم 2 برگ کوفی اندلسی هستش که به نوبه خودش بی‌نظیره و 2 برگ از قرآنی هستش که در دنیا یه دونش هست و این به صورت پراکنده در جای جای موزه ها و کتابخانه ها یافت میشه. دیگه من نمیدونم آقای دکتر اینو به چه شکلی تونستن بیارن توی مجموعهشون و بسیار حائز اهمیت هستش. اثر بعدی یک مثنوی معنوی هستش که متاسفانه جلد اولش نیست ولی از نظر قدمت بسیار نزدیک به خود حضرت مولانا هستش، به همراه 2 تصویر که به شیوه بغداد کار شده که حالا یا به شکلی به شیوه مکتب بغداد هستش و این مثنوی به خط قیاس تبریزیه که از آثار بسیار نفیس موزه آقای دکتر محفوظی هستش که زحمت کشیدن و نگهداری میکنن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من غافلگیر شدم امشب به دلیل اینکه فکر نمی کردم بتونم در این جلسه واقعا روحانی شرکت بکنم و از این بابت از جناب دکتر محفوظی خیلی سپاسگزارم و از همه اساتید و بزرگوارانی که در اینجا تشریف دارم و من بهشون حساب پس میدم و به هر حال باید در محضرشون تلمذ بکنم. از خوش اقبالی بنده، چون من قریب 40 سال هست که راجع به سیر تحول خط شکسته در ایران تحقیق میکنم و بررسی میکنم و موفق شدم به فضل حق کتاب مرجع احوال آثار درویش عبدالمجید رو گردآوری بکنم و خوشبختانه چند نسخه ای رو که الان به من ارائه شده که به حضور انورتون من اینجا معرفی بکنم. اولین نسخه رو که به دست گرفتم منو حیرت زده کرد. یکی از خوش اقبالی من و یکی از این که این نسخه اصلا یک دری شاهوار است، یک نسخه بی‌نظیری است که من شاید اغلب موزه و کتابخانه‌های حالا به تعبیری جهان رو دیدم و من کارم فهرست نگاری و نسخه شناسی نبوده، ولی به دلیل اینکه مراجعاتی داشتم برای آثار و قطعات مرحوم درویش و اینها رو میدیدم، خلاصه بکنم که خط شکسته نص علیق ما که جزء افتخارات ما ایرانیان هست و همینطور خط نص علیق در قرن 11 به طور خلاصه مرتضی قلی خان شاملو و شفیعی و
مرحوم درویش عبدالمجید که خط شکسته رو قانونمند میکنه مثل حضرت میر عماد، بعد پیروانی پیدا میکنه تا اواخر قاجار و متاسفانه خط شکسته دوره انحطاطی رو با فوت مرحوم سید بزرگوار حضرت استاد سید علی اکبر گلستانه میگذرونه و یک دوره انحطاطی بود تا 3-4 دهه اخیر که خط شکسته خوشبختانه نوز گرفت، پا گرفت و در انجمن خوشنویسان این امر داره تحقق پیدا میکنه و این باعث خوشبختی است. ولی از این بابت من باید به جناب دکتر محفوظی تبریک بگم. اخیراً ایشون نسخه هایی رو در واقع بهشون ارائه میشه که این نسخه ها شاید یکیش همین نسخه‌ای باشه که من خدمت بزرگواران و سرورانم ارائه بدم. این نسخه یک نسخه بهشتیه، دیوان کامل لسان الغیب حافظ هست که روی کاغذ ترمه نوشته شده و دارای 2 سرلوح هست. خوشبختانه دارای رقم و امضای محمد اسماعیل انجوی شیرازی است که ما بعد از پیروان درویش به خانواده شیرازی ها میرزا ابوالقاسم انجوی شیرازی که متولی جامع عتیق شیراز بوده و خانواده ایشان، همینطور محمد صادق و محمد اسماعیل انجوی باید اشاره بکنیم. من تاکنون قطعه بسیار کم دیدم از ایشون، ولی این اولین باری هست که این نسخه حافظ رو با این لطافت و زیبایی و ظرافت و بدون هیچ گونه لغزش و خطایی در این شیوه و با این حلاوت و استحکام قلم در این دنگ که نزدیک به غبار هست میبینم و این جای تبریک به ایشون داره. و جلد اینم که خب استاد عتیقی باید توضیح بدن، جلد لاکه درجه 1 هست که این نسخه به نظر من بعد از کاتب ایشون مالک و صاحب بودن و در یک جایی مثل یک نسخه بهشتی در یک جای گردآوری شده بوده، دست نخورده. البته یک نسخه هم هست همینطوری که استاد انوار توضیح دادن، این نسخه پیدا میشه گاه گداری که این اگر جنگ نباشه آمیزه از چند مطلب و در واقع کتاب گوناگونی هست که اینجا نثر و نظم رو توامان میبینیم. این فیه مافی. ولی خب در انتهای کتاب الان بله ترجیبند هاتف میبینم، چیزهای دیگری که به هر حال این نسخه هم به نظر خط محمد صادق انجوی شیرازی است که بیرقم رها شده و از نسخه های بسیار نفیس است این فیه مافی که در انتها جا داره من به دوستان علاقمند این رو نشان بدهم که ای فدای تو هم دل و هم جان و این نسار رهت همین و همان. این در واقع ترجیبند سید احمد حاطف اصفهانی است که کامل بله 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 هم تو چای دکتر فرمودن قسمت اول کتابم فیه مافی هست. اینم یک نسخه پاکیزه‌ای هست که بدون رقم رها شده و جلد اون هم یک جلد فوق‌العاده بی‌نظیری است که به هر حال همزمانی داره و مربوط به دوره قاجار هست هر دو اثر. اثر سوم که من قبلا یه تعریفی برای دوستانی که وارد نیستن که مرقع چی هست، فرق مرقع و کتاب این است که مرقع به صورت تعدادی قطعات به هم پیوسته که اصطلاحاً میگیم اینها آکاردئونی باز میشه، یعنی به این صورت که ملاحظه میکنید که تمام قطعات قابل رویت هست. این یک مرقع پاکیزه و نظیفه که دارای تذهیب هست، دارای یک سرلوح بسیار ظریف و نفیس از دوره قاجار و یکی از بزرگان دوره قاجار که شاگرد مرحوم میرزا غلامرضا اصفهانی هست که میرزا غلامرضا از نظر خوشنویسی یک مقام بسیار والایی داره که ایشون هم در نستعلیق، هم در شکسته، هم در غبار، هم در کتیبه ید بیضایی داشته و شاگردان خیلی خوبی مثل میرزا یحیی، بعد میرزا عمو، میرزا عبدالکریم منشی که این اثر متعلق به میرزا عبدالکریم منشی هست که نگارش پیدا کرده و به نظر من فکر میکنم که از خواجه عبدالله انصاری الهی نامه بخش از اون رو من باز کردم دیدم
فوق‌العاده اثر نفیسی است که کاغذهای رنگارنگ بر اون به کار رفته و هر صفحه‌ای برای خودش یک رنگ و یک گونه جدول کشی و تزیینات داخل، دندانموشی و گلوبوته‌هایی در این تعبیه شده و یک اثر بسیار نفیسه که این هم خوب مربوط میشه به اواخر دوره قاجار با جلدی که به این صورت بله مزین شده و ملاحظه می‌فرمایید لاکی هست که این جلد هم همزمانی داره، من تصور میکنم. بله به هر حال من باز تشکر میکنم و از محضر همه اساتید بزرگواری که اینجا تشریف دارن بنده رو به هر حال عفو بفرمایید. باز عذرخواهی متشکرم، خیلی ممنون. کتاب دیگری که لطف کردن به دست من دادن کتابی است به نام رساله مهدویه و این رساله مهدویه فقط بیان اون حدیث کمیله که مل حقیقه، که حقیقت چیست، در تعریفش گفته شده که نوری است که میتابد از صبح ازل تا میرسه به اون آخرش که اغنى الصباح عن المصباح، یعنی وقتی که صبح آمد دیگه نیازی به چراغ ما نداریم. حدیث بسیار معروفی است، معروف به حدیث مل حقیقه. مؤلف این کتاب کریم ابن ابراهیمه که فکر میکنم از بزرگان شیخیه هستن و این کتاب رو عرضه داشتن بر میرزا حسن پسر مرحوم آخوند ملا علی نوری که آخوند ملا علی نوری از استادان فلسفه بودن در تهران و چنان که ما میدانیم تهران مرکز فلسفه اسلامی بوده و تا زمان ما ادامه داشته که خود من از محضر بزرگانی مانند مرحوم آشوب منطقی آملی که در همون وقت استاد آیت الله جوادی آملی و استاد حسنزاده آملی بودن، مرحوم امیر زبرستان شعرانی، مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای که سویه محترمشون استفاده کردیم از محضرشون در اینجا و همچنین مرحوم سید کاظم عصار. تا زمان ما این بزرگان چراغ علم و فلسفه رو در ایران روشن نگه داشته بودند و در مدرسه 13 سالار قدیم مرحوم میرزا مهدی آشتیانی بودند که در وقفنامه اون مدرسه نوشته شده بود که باید بزرگترین فیلسوف تهران در اونجا مدرس باشه. بنابراین این کتاب بسیار کتاب ارزشمندی است و ما سپاسگزاریم از جناب دکتر محفوظی که سعی و کوشششون بر این است که این ذخایر رو در اینجا نگه بدارند که مورد استفاده اهل فضل قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم از حضور شما بزرگواران. میخوام که به نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این شب‌هایی که متعلق به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است انشاءالله موجب خیر و برکت برای همه ما باشه و سال آینده انشاءالله گسترده تر، وسیع تر، سالم، با موفقیت همه این جمع و دوستانی که حضور داشتن رفتن در کنار یکدیگر باشیم، در کنار اساتیدی چون استاد دکتر مهدی محقق، استاد پروفسور امین، استاد دکتر جلال الدین کزازی، استاد انوار که در حقیقت الان پدر نسخه شناسی در ایران محسوب میشن و دیگر بزرگواران، از حضور علما، دانشمندان بسیاری که خب حالا وضعیت جسمی متناسبی هم نداشتند، آمدند رفتند. تشکر میکنیم
از همه هنرمندانی که در این جمع حضور دارند، از به اصطلاح بردن تک تک اسمشون معذوریم و من با فروتنی و احترام کامل نسبت به اونها عرض ادب میکنم مجددا و آرزوی سلامتی و صحت و موفقیت برای همه اونها. از دوستانی که از قم تشریف آوردن، از بیت مرحوم آیت الله العظما آقای بهجت، فرزند بزرگوارشون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج علی آقای بهجت که قدم رنجه کردن، و همه علما و دانشمندان و مجتهدین و هنرمندان کمال تشکر رو دارم. امیدوارم که به حرمت امیرالمؤمنین این جمع، نام این جمع، افراد این جمع موفق و سالم باشند و در شبهای قدر مشمول ادعیه زاکیه حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه باشیم. صلوات بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از اساتید بزرگوار و دانشمندان عزیزی که این قسمت از برنامه برای رونمایی از 20 اثر ارزشمند خطی علمی، قرآنی، دینی و فرهنگی و هنری حضور داشتند. از شما میهمانان عزیز و عالی قدر هم که با ما همراهی کردید تا پایان برنامه سپاسگزارم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم.